اگه یه خروس داره بد موقع میخونه شاید مشکل شخصیتی داره. مشخص شده جوجه میتونه تا 5 رو بشماره. مرغ از زمان درک داره، یعنی توی آزمایش مشخص شد میتونه 6 دقیقه رو بفهمه. میتونه بهش بگی آقا برو، البته مرغ که آقا نیست خانومه، میتونه بهش بگی خانم برو 6 دقیقه دیگه بیا، 6 دقیقه دیگه میاد. از اینا بگذریم. مرغ و خروس کنترل خشم دارن، میتونن رفتار خودشون رو کنترل بکنن. یعنی یک خودآگاهی دارن و میتونن استدلال کنن حتی که آیا رفتار قبلیشون درست بود، لازم رفتارشون رو تغییر بدن یا نه باید به همون سیستم پیش برن. حتی میتونن نقشه بچینن و رفتار تاکتیکی از خودشون نشون بدن. مرغ و خروس‌ها شخصیت دارن و میتونن دچار مشکلات شخصیتی بشن. همه اینایی که برات گفتم از این مقاله بود، مال 2 ژانویه 2017 به قلم لوری مارک.